خیلی خوش اومدیم به کانال من بیژن هستم و هدفم اینه که محتوا و پادکست هایی که محبوب هستن، پرطرفدار هستن رو ترجمه کنم و اونها رو به صورت خلاصه وار توی کانال خودم قرار بدم. اولین ویدیویی که من رفتم سراغش گفتگویی هستش بین استیون بارتلت، پادکستر معروف بریتانیایی، از پادکست دایری آف سی او و خانم وندی سوزوکی، نوروساینتیست آمریکایی. یه بیوگرافی کوتاه در رابطه با خانم وندی سوزوکی بهتون بدم. خانم وندی سوزوکی دانش آموخته دانشگاه برکلی کالیفرنیا هستن در مقطع کارشناسی. ایشون استاد راهنما و استادی که خیلی تحت تاثیرشون قرار داد خانم رایان دایموند هستن که نظریه تغییر مغز یا پلاستیسیتی برین رو در اواخر دهه 60 میلادی دادن. این نظریه میگه که شما تو هر سنی باشی با هر فعالیتی که انجام بدی مغزت به همون شکل تغییر میکنه و مغز یک اندام ثابت نیست، مثل ماهیچه های بدن که ما اگر ورزش کنیم در هر سنی اون ماهیچه ها تغییر میکنن. برگردیم به خانم وندی سوزوکی. خانم وندی سوزوکی ادامه تحصیلاتشون رو در دانشگاه نیویورک داشتن، توی مقطع فوق لیسانس و در مقطع دکترا به سمت استاد تمامی این دانشگاه رسیدن و رئیس یکی از دانشکده‌های نوروساینس دانشگاه نیویورک هستن در حال حاضر. ایشون از نظر علمی مرتبه خیلی خوبی دارن، تحقیقات بسیار زیادی انجام دادن، کتاب‌های خوبی دارن که 2 تا از این کتاب‌هاشون که پرفروش بوده توی دنیا هم با نام‌های هلسی برین، هپی لایف و گود انزایتی به فروش میرسه. متاسفانه کتاب‌های ایشون به فارسی ترجمه نشدن، اما خب همون نسخه انگلیسیش رو، نسخه اصلیش نیست قطعا، همون نسخه انگلیسیش رو میتونید توی وبسایت‌های فروش آنلاین مثل دیجیکالا و تورو خریداری کنید. خلاصه که راجع به خانم وندی سوزوکی لازم بود بهتون بگم گفتم. بریم سراغ خود پادکست که با این سوال آقای استیون بارتلت شروع میشه: آیا ما به اون اندازه‌ای که به بقیه اندام‌های بدنمون اهمیت میدیم به مغزمون رو هم اهمیت میدیم؟ که خیلی سریع و قاطع خانم سوزوکی میگه نه. اونقدری که ما به فرضاً سیکس پک هامون اهمیت میدیم، اونقدری که به ظاهر صورتمون اهمیت میدیم، اونقدری که به بازوهامون اهمیت میدیم، به مغزمون که یکی از مهمترین اندامهای بدن هستش و شاید میشه گفت اصلی ترین اندام بدن ما هستش اهمیت خاصی نمیدیم، چون احتمالاً نمیبینیمش. این البته چون احتمالاً نمیبینیمش رو من خودم اضافه کردم، چون جلو چشمون نیست، واسه همین بهش اهمیتی نمیدیم. به همین خاطر سلامت مغز واسه ما آنچنان اهمیتی نداره. من توی این پادکست بیشتر راجع به 2 ساختار مهم مغز، 2 بخش مهم مغز صحبت میشه. من لازم که اولش یه توضیح کوتاهی در رابطه با این 2 بخش بدم، بعد میریم به ادامه پادکست میپردازیم. مغز ما از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، یعنی ساختارهای مختلفی توی مغز ما وجود داره تا بتونه این بدن رو حالا به حرکت در بیاره و هر کاری که ما انجام میدیم. بخشی که قراره توی این ویدیو بیشتر راجع بهش صحبت بشه یه دونه بخش پیشانی ما هستش، قشنگ پشت پیشونیمون قرار داره، به نام پریفرنتال کورتکس، و یک بخش دیگر هستش که در قسمت‌های میانی اندام مغز ما قرار داره. 2 تا هستش و سیگاری شکل هست با نام هیپوکامپس. بخش پریفرنتال کورتکس ما بیشتر مربوط میشه به توجه ما و شیفت کردن توجهمون روی موارد مختلف توی زندگی روزمرهمون، و اینکه من یک جای خوندم نوشته بود که شخصیت ما هم از بخش پریفرنتال کورتکسمون میاد. حالا بیشتر راجبش تحقیق نکردم اما خوندم توی یکی از وبسایت ها. بخش هیپوکامپس ما هم مرتبط میشه با حافظه بلند مدتمون و به خاطر سپردن اتفاقاتی که در طول زندگیمون حالا از بچگی تا زمان مرگمون میفته. بخش هیپوکامپس ما تحت تاثیر بیماری‌های مختلف میتونه از بین بره. یکی از این بیماری‌ها
آلزایمر هستش که باعث میشه بخش پریفرونتال کورتکسمون بخش هیپوکامپسمون از بین بره و ما دچار فراموشی بشیم و یه جوری حافظه‌مون پاک بشه و هیچی یادمون نیاد. یه نکته که خیلی جالبه تو صحبت‌های خانم وندی سوزوکی، میگه که اونهایی که معلمن، اونهایی که پرزنتور هستن، اونهایی که قراره مثلا تو جمع مدیرها صحبت کنن، پرزنتیشن بدن، یا همون پادکسترها، کسایی که مهمان دعوت میکنن و باهاشون به یک گفتگوی دو طرفه و دیالوگ میپردازن، احتیاج دارن که ارتباط بین بخش پریفرنتال کورتکسشون و بخش هیپوکامپسشون خیلی قوی باشه و یه جورایی بتونه این موضوع رو هندل کنه که من الان قراره چی بگم، مهمان من چی گفته، من چی باید جوابشو بدم و کلا یه کانکشن خیلی خوبی میخواد بین این دوتا بخش تا بتونن اون داستان پرزنتیشن یا همون مهمانی میزبانی کردن پادکستی رو هندل کنن. معلم ها هم اونایی که معلم هایی که خبره هستن تو کارشون و خوب هستن و میتونن یه جورایی کار رو در بیارن، قطعا ارتباط بین این دو بخش تو مغزشون خیلی قوی هستش. به پادکست کم ادامه پیدا میکنه با یک سری موارد حاشیه‌ای که زیاد مهم نیستن، ولی به یه جایی به یه سوال خیلی خوبی میرسیم توی این پادکست که آقای استیون بارتلت از خانم وندی سوزوکی میپرسه که چی شد که انقدر علاقه‌مند شدیم به مغز، به سلامت مغز، به اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم که مغزمون بهتر کار کنه. خانم وندی سوزوکی یه تونل میزنه به سالهای گذشته، سالهای خیلی دورش که داشته برای استاد تمامی توی دانشگاه نیویورک تلاش میکرده و کل زندگی شده بود کار 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 و صبح و شب شده بود کار، مشغول تحقیق بوده، مشغول حالا کارهای مرتبط با این بوده که ثابت کنه که من میتونم توی دانشگاه نیویورک استاد تمام بشم و خب این کارم کرد. اما توی سال 5 تلاشش بوده که تصمیم میگیره بره یک تور کشور پرو، کمپ بزنن توی بقایای آستک و رفتینگ انجام بدن، قایق سواری در موجهای خروشان. حالا خانم سوزوکی تعریف میکنه که تایمی که اونجا بوده یک چیزی خیلی بهش بر میخوره، یک چیزی خیلی ناراحتش میکنه. اونم این بوده که توی اون توری که بودن داشتن حالا رفتینگ انجام میدادن و توی طبیعت کمپ زده بودن، این بوده که از نظر فیزیکی از همشون ضعیفتر بوده خانم وندی سوزوکی و یه جورایی خیلی بهش بر میخوره و تصمیم میگیره وقتی که برگشت به نیویورک، در کنار کارهایی که انجام میده، در کنار تحقیقاتی که داره انجام میده و زندگی کاری که داره و خودش رو غرق کارش کرده، روتین ورزش رو هم اضافه کنه بهش. خب برمیگرده سر کاروبارش و زندگی که داشته، اما ورزش رو هر روز انجام میده، روتین ورزش رو اضافه میکنه به زندگی شخصیش. به مرور شاهد یک سری تغییرات میشه توی برخورد اطرافیانش. اینجوری میشه که ازش تعریف میکنن، میگن که وندی چقدر خوب شدی، اللحاظ مودی، اللحاظ اینکه شروع اشتیاق پیدا کردی، اینکه حس و حال زندگی پیدا کردی. و یه چیزی هم که خودش متوجه میشه اینه که میگه که داشتم مثلا مقالات رو مینوشتم، داشتم تحقیقامو انجام میدادم، دیدم که نوشتنم خیلی بهتر شده، خیلی خوب شده، خیلی روونتر، خیلی بهتر، خیلی عالیتر دارم مینویسم و داشت لذت میبرد از این کارش. میشینه با خودش فکر میکنه، میبینه که چی تغییر کرده توی این تایم، توی این روتینی که بوده و تنها چیزی که تغییر کرده بوده ورزشش بوده. ورزش خانم وندی سوزوکی باعث تغییرات گسترده‌ای میشه که خیلی هم به چشش میاد.
همین موضوع باعث میشه که بره سراغ تحقیق در این رابطه که تمرین و کلا اکسرسایز چه تأثیری روی مغز ما، روی مود ما، روی زندگی ما میذاره. توی همین حین و بین بوده که یه تماس از طرف مادرش گرفته میشه یک روزی و مادرش میگه که پدرت تو راه برگشت به خونه گم شده و متاسفانه نقطه مقابل خانم وندی سوزوکی که داشته واسه بهبود مغزش، بهبود عملکرد مغزش و سلامت مغزش تلاش میکرده و داشته تو این پروسه روز به روز بهتر میشده، پدرش آلزایمر میگیره. افسردگی خیلی شدید میگیره بعد از مبتلا شدن به آلزایمرش و در آخر هم در اثر سکته مغزی، در اثر سکته قلبی از دنیا میره و این خانم سوزوکی رو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود، خیلی اذیتش کرد، جوری که توی ویدیو یک جورای مشخصی که بغض میکنه وقتی راجع به این موضوع حرف میزنه، چون بعد از فوت پدرش 3 ماه بعدش هم برادرش رو توی 50 سالگی از دست میده و کلا اتفاقای بدی پشت سر هم واسش میفته، در حالی که خانم سوزوکی داشته روز به روز خودش بهتر میشده، اون اتفاقای بد توی زندگیش میفته و خانم سوزوکی از اونجا به بعد استارت نوشتن کتاب گود انزایتی رو میزنه که حالا یک سری اتفاقات رو توی ویدیو توضیح میده، توی پادکست توضیح میده که زیاد ربطی به برنامه نداره، زیاد ربطی به موضوع چیز نداره، موضوع این پادکست ما نداره، موضوع این ویدیوی ما نداره، اما استارت نوشتن کتاب گود انزایتی از اتفاقهای تلخی بوده که برای خانم سوزوکی افتاده. یک سوال خیلی خوب دیگه ای که آقای استیون بارتلت از خانم سوزوکی میپرسه توی ادامه گفتگوشون اینه که آیا مغز هم مثل بقیه ماهیچه ها تغییر میکنه؟ میشه گفت این سوال نقطه عطف این ویدیو هستش و خیلی سوال جالبیه و جواب خانم وندی جالبتر و باحالتره. این که باز دوباره برمیگرده به دورانی که دانشجوی لیسانس بوده و زیر دست خانم ماریان دایموند داشته کار میکرده و ایشون یک آزمایش، خانم ماریان دایموند یک آزمایش خیلی جالبی انجام دادن. این بوده که 2 دسته موش بزرگسال، موشی که به سن بلوغ رسیدن، سن بلوغ رو طی کردن و بزرگسال شدن، یعنی جای میچر شدن یک جورایی، 2 دسته موش انتخاب میکنه. یک دسته موش رو توی یک محیط ساده قرار میده، فقط در اختیارشون آب و غذا قرار میده. یک دسته موش دیگر رو به قول خود خانم سوزوکی توی دیزنیلند میذارن، توی دیزنیلند موش ها میذارن. منظورش اینه که علاوه بر آب و غذایی که بهشون میدن، یک سری اسباب بازی و وسایل چالشی هم بهشون میدن که این موش‌ها بتونن باهاشون بازی کنن. بعد از مدتی که میگذره اسکن از موش مغزها میگیرن و میبینن که توی بخش‌های مختلفی موش‌هایی که توی دیزنیلند موش‌ها بودن تغییرات مختلفی داشتن توی بخش‌های مختلفی از مغزشون. تغییرات کجاها بوده؟ توی بخش تاچینگ مغزشون، توی جایی که مثلا مربوط میشه به لمس کردن و شناختن. بخش بعدی چی بوده؟ بخش ویژوال یا بیناییشون بوده، جایی که مرتبط میشه با دیدن و عکس العمل نشون دادن. و بخش بعدی که خیلی تغییر کرده بود بخش موتورشون بود، بخش حرکتی مغزشون بود که خیلی باز به قول خود خانم سوزوکی فلافی تر شده بود، خیلی توپل موپل و چرب و چیلی همچین شده بود مغزشون. اما اونهایی که توی محیط ساده بودن هیچ تغییری نکرده بود مغزشون. بعد این آزمایش رو بردن یه پله جلوتر، دیدن لازم نیست که مثلا دیزنیلند واسه موشا درست کنیم تا مغزشون تغییر کنه. یک رت ریس، همون چرخایی که موش میره روش میدوه، گذاشتن، باز هم دیدن همون تغییرات انجام شده توی مغزش و به این نتیجه رسیدن که
صرف داشتن فعالیت فیزیکی شما میتونید مغز بهتری داشته باشید. بعدش آقای بارتلت، چون خودش انگلیسی است و فکر میکنم توی لندن هم زندگی میکنه، میگه که کسی که بخواد راننده تاکسی بشه توی لندن باید 4 سال درس بخونه و در سال آخر یک تستی رو بده به نام تست دانش یا تست نالج. این تست به این صورت هستش که کل خیابونای لندن رو باید بدونن راننده تاکسی ها، و اینکه من سوار تاکسی میشم توی لندن، مثلا میگم از نقطه A میخوام برم به نقطه B، راننده تاکسی باید بدون اینکه از هیچ گونه نرم افزاری استفاده کنه و از راههای قانونی، از مسیرهای قانونی، یعنی مثلا نمیتونه یه خیابون یه طرفه رو بره یا یه جای خلاف بره، باید از تمام مسیرهای قانونی و به صورت کوتاه‌ترین راه منو برسونه به مقصدی که میخوام. بعد خانم سوزوکی میپره وسط حرفش، میگه هست همچین داستانی هست، و اینکه اتفاقا همکار من توی کالج لندن خانم النور مگوایر یک اسکنی انجام دادن از کسایی که داوطلب گرفتن سرتیفیکت راننده تاکسی توی لندن بودن. میگه که اینا رو 4 سال تحت نظر داشته، نصفشون حذف شدن، نصف دیگه ایشون که قبول شدن اومده از جفتشون اسکن مغزی گرفته. دیده که اونهایی که امتحان رو قبول شدن و تست نالج رو پاس کردن، توی بخش هیپوکامپسشون، همون بخشی که مرتبط به حافظه بلند مدت مغز ما هست، یک سری تغییرات انجام شده. هیپوکامپس ما یه دونه سمت چپ مغزمون داریم، یه دونه سمت راست مغزمون، و به صورت سیگاری شکل هست، یک حالت سیگاری طوری داره. یک بخش پشتی داره، تو اونایی که تست رو قبول شدن یک بخش پشتی داره، و خانم سوزوکی میگه که تو اونایی که قبول شدن این بخش متورم شده بود، بزرگ شده بود، و اینجاست که میگن که یادگیری، یعنی کلا شما حرف داری تمرین میکنی، چابکی مغزت میره بالا، چابکی حرکاتت میره بالا، مثلا روی موتور مغزت تاثیر میذاره، روی بخش موشن مغزت تاثیر میذاره، روی پریفرنتال کورتکس تاثیر میذاره، حتی روی همون هیپوکامپس هم باز تاثیر میذاره اکسرسایز. حالا جلوتر میگم چه تاثیراتی میذاره. بعد میگه که اینتنس لرنینگ، یادگیری با شدت، یادگیری که سخت هستش، اون هم باعث تغییر توی ساختاری مثل هیپوکامپس میشه. یک جایی از پادکست میرسه که آقای بارتلت یک جورایی چیز میشه، افسرده میشه، میگه که خب الان واسه من دیر نیست، واسه منی که مثلا 31-32 سالمه، واسه من دیر نیست که حالا با هر روشی بتونم مغزم رو تغییر بدم. خانم وندی میگه که یه تغییر انجام دادن روی انسانهای 65 ساله به بالا. این تحقیق چی بوده؟ گفتن که آقا شما که تکون نمیخورید، بیاید هفته 3 دفعه به مدت 40-45 دقیقه پیاده روی کنید. فقط پیاده روی، نه هیچ ورزش سنگین عجیب غریبی، فقط پیاده روی بکنید. دیدن که تو این افراد که پیاده روی کردن، با گذشت یه مدتی 30% احتمال مبتلا شدنشون به آلزایمر کم شده، که این خودش خیلی نکته جالبیه، اینکه شما به 65 سالگی هم باز مغزت تغییر میکنه. و یه جورایی استیون بارتلت به زندگی برمیگرده بعد از این گفته خانم وندی. قبلتر گفتم که اکسرسایز یا همون تمرین چه تأثیری میذاره روی مغز ما. ببینید خانم سوزوکی میگه که تمرین کردن باعث ترشح هورمون میشه توی بدن ما. حالا هورمونایی که ترشح میشه واسه و به مغز ما کمک میکنه چی هست؟ یکیش دوپامین هستش. دوپامین خوراک پریفرنتال کورتکس، همون بخش پیشانی اون هستش. یعنی هرچی دوپامین بیشتری ترشح بشه،
به این بخش از مغزمون بیشتر کمک میکنه که سالمتر و شادابتر و به قول خانم سوزوکی فلافی‌تر باشه. یه هورمون دیگه نورادرنالینه، یه هورمون دیگه سروتونینه. سروتونین خب روی مود ما تاثیر میذاره، باعث شادابی و بشاشی و حال خوبی ما میشه. ولی یک چیزی که خیلی خانم سوزوکی بهش توجه میکنه و خیلی دوستش داره راجع به هورمون ها، فاکتور رشد هستش. میگه فاکتور رشد مثل همون آب گرم خوشاینده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که فاکتور رشد به مغز ما میرسه باعث میشه که هیپوکامپس ما سلول جدید ایجاد کنه و به نظرم این خیلی چیز عجیب غریبه که شما بعد از فعالیت ورزشیتون این چیز رو به مغزتون میرسونید، این فاکتور رشد رو میتونید به مغزتون برسونید و باعث میشه که اصلا مغزتون گسترش پیدا کنه، دیولپ بشه. و خودش این واقعا نکته خیلی جالبی بود که توی این پادکست من فهمیدم و متوجه شدم. آقای بارتلت میپرسه که ما چطوری میتونیم اتفاقات رو توی مغزمون به خاطرمون بسپریم، یعنی اتفاقات چجوری اتچ میشن توی مغزمون، توی حافظمون. که خانم سوزوکی 4 تا روش میگه، 4 تا راهی میگه که حافظه ما میتونه اتفاقات رو به خاطرش بسپره. اولیش تکرار هستش. خب یک چیزی رو تکرار کنی حافظمون قطعا اونو به یاد میاره و میبره توی بخشی که ممکنه سالها بعد هم ما بتونیم ازش استفاده کنیم. بخش بعدیش ارتباط هستش. ارتباط مثلا چطوری؟ مثلا من یک دوستی دارم با اسم و فامیل مشخص، با صورت مشخص. من هر موقع اسم اون طرف رو بشنوم صورتش یادم میاد، هر موقع صورتش رو ببینم اسمش یادم میاد. این تکنیک به نام پلس تکنیک هستش که حالا توی بخش‌های مختلفی از زندگیمون میتونیم ازش استفاده کنیم و یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ها برای به خاطر سپردن آبجکت ها هستش توی زندگیمون. سومین چیزی که خانم سوزوکی میگه ناولتی هستش. ناولتی یعنی یک چیزی که هوش از سر شما ببره. مثلا چطوری میتونم بگم؟ میرید توی یک خونه خیلی زیبا، یا اصلا میرید یک مسافرت، یک جایی، یک منظره خیلی عجیب و غریب میبینید که شما رو اصلا تحت تاثیر قرار میده. امکان نداره این موضوع رو فراموش کنید تا سالیان سال. اما مسیری که مثلا میرید سر کار 4 تا دست انداز داره، ممکنه هفته اولی که رفتید سر اون کار اون 4 تا دست انداز به چشتون بیاد، اما بعد از گذشت مثلا 1 ماه 2 ماه دیگه اون تکرار کلیشه برای شما یادآوری نمیشه و ذهنتون اون رو نادیده میگیره. این کلیشه در مقابل ناولتی قرار داره و میگه اگر میخواید که رویدادهایی رو به خاطر بسپارید باید ناولتی باشن، باید هوش از سرتون ببرن. بخش دومی که خیلی خانم سوزوکی بهش تاکید داره، بهش میپردازه، درگیر شدن احساساتمون با اون اتفاق هستش که مهمترین چیز هست توی زندگی ما، مهمترین فاکتور هست توی زندگی ما واسه به یاد آوردن اتفاقات، حالا چه احساسات شاد خوب، چه احساسات بد و غمگین. و خب هممون تجربه کردیم، مثلا هیچ آدمی اولین رابطه‌ای که داشته رو فراموش نمی‌کنه، حالا 100 سال هم بگذره، با جزئیات، روزها، تاریخها، ساعتها اون اتفاقات یادش میمونه و هیچ وقت از یادمون پاک نمیشه، حالا هر چقدر اون آدم بد بوده باشه یا خوب بوده باشه. آقای بارتلت میپرسه که چه نوع تمرینی میتونه به ما کمک کنه. خانم سوزوکی خیلی کوتاه و مختصر میگه هر تمرینی که باعث بشه عرق شما در بیاد، ضربان قلبتون بره بالا، این باعث میشه که حال مغزتون خوب شه. و یه جایی آقای بارتلت میگه که
من یک جایی خوندم که آنتونی رابینز قبل از شروع سخنرانیاش، قبل از شروع مصاحبه هاش میره روی ترامبولین به پر میکنه، ورزش ترامبولین اصلا انجام میده که خانم سوزوکی میگه خیلی کار خوبی میکنه، چون اول اینکه مودش رو خوب میکنه، دوم اینکه باعث میشه که قدرت شیفتینگش، قدرت تمرکزش خیلی بالاتر بره، و سوم اینکه چابکی حرکت پیدا میکنه قبل از شروع حالا سخنرانی که داره. در ادامه آقای موجودی میپرسه که کافئین چطور؟ کافئینو که میگه خانم سوزوکی یکم میره تو لب، یکم ناراحت میشه، میگه که کافئین کلا استیمولانت هستش، محرک هستش، و محرک ها هم واسه مغزها و محرک ها هم واسه مغز خوب نیستن، و میگه که از یک جایی که بگذره مصرف کافئین، شما امکان کنار هم قرار دادن جمله ها رو دیگه ندارید و سخت میشه براتون جمله بندی. و پیشنهاد میکنه که به جای استفاده از کافئین از دوش آب سرد استفاده کنید. میگه که دوش آب سرد ممکن اولش دردناک باشه، چند باری که انجام میدید اذیت بشید، دوست نداشته باشید، اما هرچی بره جلوتر به دلیل ترشح آدرنالین به صورت طبیعی توی بدنتون یک جورایی بهش معتاد میشین، و این ترشح آدرنالین توی بدنتون باعث میشه که هوشیارتر بشید. حالا صبح میخواید برید سر کار، احتیاج دارید به هوشیاری، این هوشیاری رو واسه شما ایجاد میکنه. چون خیلی خوب قبل که بره سر کار میگن کافئین بخورم، قهوه بخورم که یکم بیام بالا، ولی میگه جاش میتونید از دوش آب سرد استفاده کنید. تخریب مغز چیه؟ آخرای پادکست تخریب مغز چیه؟ تخریب مغز نخوابیدنه. میگه که شما وقتی میخوابید 7 یا 8 ساعت، البته خانم سوزوکی میگه 8 ساعت خواب لازمه، میگه که اون ثبت کردن اطلاعات روز گذشته توی تایم خوابتون اتفاق میفته، و این روند کند هستش، خیلی زمانبر هستش. واسه این که بتونید اتفاقات روز گذشته رو، دیتاهاش رو به خوبی ثبت کنید، لازمه که به اندازه کافی بخوابید. و دو هم این که ما مغزمون در حال فعالیت هستش و سلولهاش متابولیت داره، یعنی پسماند داره. وقتی که فعالیت میکنه یک سری مواد زائد تولید میکنه که اون مواد زائد لازمه از مغز خارج بشه، و این اتفاق باز هم در طول خوابیدن میفته و از طریق مایع میان بافتی که نه، مایع نخاعی. از طریق مایع نخاعی این متابولیت ها از بدن دفع میشه، از مغز میره بیرون، و این هم در طول خواب اتفاق میفته. روابط اجتماعی هستش. هرچی ما روابط اجتماعیمون کمتر باشه، مغزمون هم بخشایش کوچیک‌تر میشه. پس تا جایی که میتونید به بقال سر کوچه، به نونوای سر کوچه، به باریستاتون، باریستا خیلی مهمه، به باریستاتون سلام کنید، حالشو بپرسید، اونم حالتون رو میپرسه. کلا سعی کنید با آدما توی یک کنش مثبتی باشید. و مهمترین چیزی که مغز رو خراب میکنه سوشیال مدیا است. دیگه همه میدونن دیگه. روی تامنیل این ویدیو زده بود که اسکرین، صفحات موبایل، صفحات حالا موبایل، تبلت، هر چیزی که ما انقدر باهاش درگیریم، مغز رو برشته میکنه، که سوشیال مدیا هم همین کارو میکنه. احتمالاً نمیدونید چرا، اما کاری که میکنه سوشیال مدیا اینه که مثلا من یک پستی میبینم یا یک دایرکت مسیجی میبینم یا یک اخباری میبینم که برام خوشایند نیست. چه اتفاقی میفته توی بدن من؟ اتفاقی که میفته اینه که هورمون کورتیزول توی بدن من میره بالا. این هورمون کورتیزول زمان اجداد ما موقعی که میخواستن برن به جنگ ببر و پلنگ، این ترشح میشده.
یه دونه اسپایک میزده، یه دونه میرفته مثلا بالا، به بالاترین سطح خودش میرسیده، بعد میومده برمیگه سر جاش. ولی کاری که این سوشال مدیا با ما میکنه چیه؟ این کورتیزول رو میبره بالا یا اخبار بد، همونجا نگهش میداره. این هورمون اضطراب و استرس باعث میشه که مغز ما سرخ بشه و واقعا فکر میکنم پایان خیلی خوبی بود واسه این پادکست که زیاد سراغ سوشال مدیا نریم، خصوصا دخترای نوجوان که 20% بیشتر از پسرا درگیر سوشال مدیا هستن و تأثیر بد میذاره روشون. مرسی که منو همراهی کردید. امیدوارم که اولین ویدیوم مورد توجهتون قرار بگیره. اگر کم و کسری بود بنویسید واسم توی کامنت ها، حتما توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم برطرفشون کنم. مرسی که منو حمایت میکنید. بوس به همتون.